میدونی سنت شب یلدا چیه و قدیما چطور بوده؟ قشنگی‌های زندگی کم نیستن. از نگاه من یکی از اونا و شاید یکی از مهمتریناش همدلیه. همدلی یک عمل قهرمانانه نیست بلکه یک انتخاب آگاهانه است. شاید در این شب یلدا حتی به طور سمبولی یه تمرین خوبی برای همدلی باشه که یه چیزی رو برای کسی فراهم بکنه. مثلا یه بشقاب غذا، یه کاسه آجیل، یه سبد میوه، یه بسته شکلات یا حتی یه دونه انار. نه به این معنی که قرار او رو سیر بکنی و تو ناجی هست و او قربانی، بلکه قراره که کد بقا رو در همدیگه کمرنگ بکنیم و به جاش کد همه با هم برای هم رو در خرد جمعی بیدار کنیم. پس بیاید همه با هم، نه برای نجات دادن و نه از بالا، فقط آگاهانه همدلی کنیم و همدلی رو زندگی کنیم.